هفته خبر تو خبر داره براتون از یک هفته پربرف در ایران که خودش تبدیل به یه بحران درست حسابی شد و طبق معمول خر ولایت در بحران گیر کرد. شرایطی داریم که هر موقع بحرانی اتفاق میفته مدیریت بحران میکنیم، یعنی یه عده مدیر دوره هم جمع میشن، چای و شیرینی میزنن، از خاطرات قدیمشون تعریف میکنن، بحران حل میشه و میرن تا چای و شیرینی بعدی. البته این دفعه تفاوتی داشته، اونم اینه که یه برفبازی ریزی کردن، الیتل یه برفبازی هم انجام دادن با هم و بحران حل شده. فقط من یه نکته بگم، دارین اشتباه میزنین، چون مدیریت بحران یعنی اینکه یه کاری کنیم به هر شکل آسیب‌های جانی و مالی کمتر بشه، نه اینکه 100% اتفاق بیفته. زیاد داداش کار سختی نبود، 2 تا گونی، 4 تا کیسه نمک، 4 تا کیسه شن میگفتی من براتون میخریدم، کنار اتوبانا میذاشتی، پیش بینی هم نداره. بله دیگه، اینجوریه که نحوه مدیریت بحران آخوندها به سوژه طنز و تمسخر تبدیل میشه، از خود تیویریش گرفته تا فضای مجازی. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجا که مستحضر هستید، با شروع برف دیشب در محورهای مواصلاتی کشور همکاران ما در اولین ساعت شروع برف و بوران در محل حاضر شده و اقلامی مانند پتو به تعداد 10 میلیون عدد، پارو به مقدار 3 میلیون عدد برای برفروبی بهتر، نمک یوددار برای نمک پاشی و 500,000 پای قلیون 2 سیبال بالو برای جوانان عزیز برای اوقات فراغتشون، چادر به مقدار لازم، جوجه و نوشابه هم به منطقه ارسال شده و نهایتاً تا فردا صبح برای افراد آسیب دیده در برف وام 4% بدون بهره 3000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که همراه با سهام عدالت فردا صبح به حساب خانوار سرپرست خانوار واریز خواهد شد. تیویریش یه مصاحبه با سخنگوی سازمان راهداری گذاشت، حاصلش شد این دامسمش. همه اقداماتی هم که شما و همکارانتون در سازمان راهداری انجام میدید بر کسی پوشیده نیست. یکی از سخت‌ترین کارهاست که در جاده ها و راه‌ها به خصوص در فصل زمستان انجام میشه. اما بازم من نفهمیدم چرا جلسه دیشب برگزار نشد و امروز جلسه بحران سازمان راهداری همین ساعتی پیش برگزار شده، حالا که میگین که خب قراره که همه مشکلات هم مرتفع بشه. در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم. پاسخی دیگه آقای خالدی فکر میکنم ندارن بدن. با ایشون خداحافظی میکنم و ممنونم از اینکه از صبح با ما همراه بودن در ارتباطات ما. حالا وسط این بحران آخوندا کجان؟ بفرمایید، یکیشون رو پیدا کردیم. یکی دیگه شون هم همینجاست. های بابا اگه دار زمان ندارم دستان از ایچه های بابا های بابا من نمیدم آقا دارم های بابا. خود عظما هم درگیر قیام بهمنه که همین روزا کله پاش میکنه. از بحران برف که بگذریم میرسیم به بحران فضای مجازی که آخوندا رو بدجوری هار کرده. من چون سخنگوی هیئت رئیسه هستم نمیتوانم از این نکته غفلت کنم که همه اعضای جلسه از فضای مجازی نگران بودند و به صراحت گفتند رهبری این اغتشاشات دست فتنه‌گران فضای مجازی بود و اگر قرار بشه این سگهار، اما فضای مجازی که تریبون بیگانگان هست سگهاره، این سگهار اگر رها بشه دوباره گاز خواهد گرفت، مسئولان در این عرصه مراقب باشن. این خرچنگ نظام هم خوب میدونه که نظامش افتاده تو سرپاینی و رای جز لیز خوردن و کله پا شدن نداره. توی این شرایط هم پاسدارا و تیغکشای سابق و لاحق خمینی
به ناگهان کارشناس و مفسر شدن و از ترسشون مجبور شدن از این حرفا بزنن و به این اعترافات رو بیارن. یعنی هر کس بیاد برای گروکشی از دولت فعلی و زدن این دولت در شرایطی که حالا زمینه فراهم هست برای زدن، از گرونی تخم مرغ تا بنزین و غیره، این داره به قصه عدالت‌خواهی ضربه میزنه و دنبال خر مراد خودشه. یعنی دنبال نیست که صندلی این آقا رو بکشه خودش بشینه جای خودش. از چپ هم همینجوری، یعنی کسانی که بیان فرافکنی کنن، بیان بگن که این مسائل انباشت دهه‌های قبله. آخه این دهه‌های قبل کیا بودن سر کار بودن؟ شما همه تنیده شده به هم هستید، چپ و راست مدرن، راست سنتی، چپ مدرن، چپ سنتی. هیچ کدوم از آمریکا از یا کره مریخ که تو این نظام نیومدید که. اتفاقا همه اون کسانی که بدهکارن تو این 40 سال جمهوری اسلامی و تو مسئولیت ها بودن الان تو موضع طلبکاری قرار گرفتن. همه میگن چرا؟ مجلس آخوندان این روزا به محل داد و قال تبدیل شده و جانوران حکومتی هر روز به جون هم میافتن و حرفایی رو میزنن که تا به حال سابقه نداشته. چرا تصمیمی برای بردن خاک از خوزستان را نگرفته؟ نفت و آب و منابع دیگر قابل انتقال را برده اید یا دارید میبرید؟ چرا این خاک و گرد و غبار را نمیبرید؟ این خاک را هم ببرید و بریزید بر سر کسانی که باعث بیکاری جوانان شدند. اینطور که پیداست بوق قیام حسابی چرت آخوندا رو پاره کرده. اما این جماعت چپ میرن راست میان، بازم دلشون طاقت نمیاره و آدرس دشمن اصلی رو میدن. از توی جمعه بازار ولایت گرفته تا از زبون کارشناس‌های لندن نشینشون توی تیویریش. مهمتر از همه همچنان من در این برنامه شما هم تابستان پارسال گفتم، همچنان هم میگم اگر غرب برای ایران نقشه براندازی سخت داشته باشه، هنوز که هنوزه بعد از همه این سالها یک آپشن اصلی بیشتر نداره و اون هم مجاهدین خلق هستن. گروهی که همچنان تعداد زیادی هستند، در واقع آموزش دفاعی دیدن و هنوز هم برای همین هستش که همه اتفاقات که افتاد ولی غرب حاضر نشد اونها رو وارد لیست تروریست بکنه. برای همین در نوک در واقع در بالای اون هرم براندازان سخت اول مجاهدین خلقن. این هم کامنت حاج آقا پهنیال درباره طلسم شکستگی ولایت. شما اکثرا از مردم نمیشنوید که ولی فقیه اگه مشکلاتو میدونه قدرت هم که داره حل کنه دیگه. میدونید الان مردم چقدر بیجا انتظاراتی از ولی فقیه دارن؟ راحت مردم انتظار دارن ولی فقیه جای اندیشه مردم، جای فکر مردم بیاد خرابی‌ها رو اصلاح کنه. آقا میدونی درستش کن، صبر کن عمو، بیا اینجا ببینم. تو آدمی که برای مجلس و فلان جا و بیسار جا انتخاب کردی، اشتباهاتی که تو میکنی چرا باید ولی فقیه جبران بکنه؟ یکی از علمای بزرگ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید حسن موسوی آدریونی در قم بودن. ایشون میگفتن که ما به این نتیجه رسیدیم که آقای خامنه‌ای معجزه هم دارن، نه تنها ایشون رهبران آیت الله معجزه هم دارن. ما خیلی تعجب میکنیم چون میدونستیم ایشون اساسا یه آدم ضد انقلابه. گفتیم خب حضرت آقا منظورتون چه معجزه‌ای دارن؟ میگم معجزه ایشون اینه که دیگران درس خوندن ایشون آیت الله شدن. خیلی مهمه ها، دیگران درس خوندن اما آیت اللهشون رو ایشون کسب کردن. احتمالاً خود خامنه هم اگه این خبر رو بشنوه مثل این آخونده دچار شوک قلبی میشه. خبرهایی از اقتصاد مقاومتی، این شما و این لوله گاز شهری که از توش آب میاد بیرون.
این هم ماشین سمپاش خودکفا به صورت کاملا مکانیزه. این هم داستان ادامه‌دار گرانی تخم مرغ و خلاقیت هموطنان برای بیان این موزل. میفهمی من چیش میگم یا فقط نگاه میکنی؟ میگم من قبلا میگفتم تخم بزرگ بذاری چون تخم مرغ دونه ای فروش میرفت. حالا میگم تخم کوچیک بذاری چون الان شونه ای فروش میره. میفهمی من چیش میگم؟ خلاقیت هر وقت به تیویدیش میرسه گیرپاچ میکنه. ببینید این همه زمان آنتن و وقت بیننده هاشون رو به چه مزخرفاتی اختصاص دادن. در پایان توجه شما رو به یک شعبده بازی خارق‌العاده جلب می‌کنم. 老铁们，人体分身全部数带给大家，双击关注出教程。谢谢你给我整进来，我太高了，我好喝。谢谢你给我整进来，谢谢你给我整进来。老铁们，人体大型悬浮术送给大家，双击关注出教程。送。 你说放屁了！哎呦，去你妈！吃榴莲了，这么臭啊！我他妈没玩呢！哎，你穿个屁！整个